در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. زه د رادیو کتاب نه ډیر مننه کوم چې دغه سي خبرنامې دی وړاندې کوي او د افغانان د پوهه لپاره او خصوصا د ځوانانو لپاره د تنکي ځوانانو لپاره د روشنفکرانو لپاره دا ډیره ضروری ده. وقتی که ما مصالحه ملی را مثلا مفسده ملی بگوییم، این اولا یک توهین به کشور ماست، توهین به تاریخ کشور ماست. ثانیاً معلومه که ما این مسئله را از دید ایدئولوژیک بررسیم. نه، اینطور نیست. این بخش از تاریخ کشور ما بوده، ما باید واقع بینانه این را بپذیریم و تحلیل کنیم. یک ماه بعد از اعلام مصالحه ملی، مجاهدین در پاکستان بین خودشان نشستند و جلسه گرفتند که و مفصل در منابع آمده در برابر این اعلام مصالحه ملی موضع گرفتن و این رو کاملا رد کردن، چون اونها اون زمان غرق در دلار و توهمات، جهادگرایی و قدرت و همه چیز. در جستجوی حقیقت، هنگام راستان در مسیر راستی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الله محمد ابن عبد الله. د ټولو مخکو درنو ملمنو ته او محترم لیدونکو ته سلام او احترام. بیا هم ښه راغلاست دغه ډیر مهم او برجسته برنامه ته چې جناب محسني صاحب یعنی رادیو کتاب دې تنظیم کړی ده. دغه برنامه چې موږ وړاندې کوو د دریم برنامه ده، عنوان ده مصالحه ملی یا مفسده ملی. دا ډیره یو مهمه او ډیره تاریخي قضیه ده یا ډیره مهمه یو حادثه ده چې باید هر افغان وړاندې پوه شي، ځکه د دې پوهېدل هر افغان ته ضرور ده، ځکه موږ باید خپل دوست دشمن او څوک چې افغانستان سره خیانت کړی ده او چا چې د افغانستان لپاره خدمت کړی ده، دا د موږ تاسو یو ایمانی وجداني وظیفه ده په دې قضیه باندې پوه، ځکه چې اسلام له نظره د اخلاق له نظره دا مسلمان ته پکار نه ده چې عشوائي حکم وکړي، ځکه الله جل جلاله فرمایي ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا. موږ تاسو په شک او په ګمان باندې باید په چا باندې تهمت ونه لګو. او بل طرف ته دلته علما ناستي، موږ یو فقهي قاعده لرو، اليقين لا يزول بالشك. نو یقین ده او شک همیشه شکی، یعنی یقین هغه شی ده چې موږ په مطمئن یو. نو حوادث تاریخي داسې ده چې اکثریت یقیني شیونه ده، اما د عدم بیانول لپاره کله کله شک قضا پکې داخلي. یو مجرم غیر مجرم ثابت کیږي، یو مسلم مجرم ثابت کیږي. دا ډیر لوی ګناه ده او دا ډیر د انسان لپاره اخلاقی اړخ لري. نو دې لپاره زه د رادیو کتاب نه ډیر مننه کوم چې دغه سي خبرنامې دی وړاندې کوي او د افغانان د پوهه لپاره او خصوصا د ځوانانو لپاره، د تنکي ځوانانو لپاره، د روشنفکرانو لپاره دا ډیره ضروری ده. زه په مقدمه کې فقط دونه وایم چې افغانستان د انقلاب یا د حوادث یا د تاریخ قتل او قتال په افغانستان کې شروع شوی ده، دا ټول هغه قضایا ده چې د جنگ سرد او جنگ ګرم د اخوان شروع ده، یعنی قطب البته غرب و شرق، یعنی روسانو پیمان وارسا او پیمان ناتو د غرب د خوانه. نو افغانستان په ماینز کې راغی، په همدې کې کودتا وشو، د کودتا نه وروسته بیا قتلونه شوی ده. فقط یو خبره ډیر په صراحت سره کوم چې زمونږ کوم دوستان چې د کودتای ثور په طرفداري کې ده، دوی ډیر طالبان ده. ولې طالبان ده؟ چې هغه وخت کې قطعا دغه سي وسایل او انټرنیټ او دغه شیونه موجودیت نه درلودل. نو بنان 80% حقایق پټ شوی ده، 80% حقایق څوک بیان کړي نه ده، ځکه چې موږ شواهد نه لرو، مستندات نه لرو. اکثریت مجاهدین یا شهادت ته رسیدلی دي یا د وطن پریوخه د په خارج کې دلته وفات شوی ده، یا دغه توانایي نه لري چې هغه راز او حقیقتونه بیان کړي، یا اخلاق نه غواړي چې د حقیقتونه بیان کړي. لیکن د افغانستان عامل بدبختی اساسی کمونستان یعنی ارتش سرخ یا شوروي و چې په افغانستان کې حمله وکړه. هغه غوښتو چې افغانستان په هغه کې یعنی خپل یو اقمار وګرځوي لکه نور آسیایي میانه او نور ملکونه، خو خوشبختانه مجاهدین جنگ وکړه، نو بیا د ناکام شو. وروسته بیا مرحله ډیر سخت مرحله په افغانستان کې راغی، تقابل د قدرتونو
یعنی استخباراتی شبکه په افغانستان کې لاسوهنې شروع کو بنان وضعیت ورځ پر ورځ خراب شو تر اوسه پورې په دې اندازه موږ اکتفا کوو اوس لخیر سره زو خپل ملمنو ته چې دوی نه یو مطالبه کوو چې ان شاء الله په دې بحث کې مشارکت دوستان نهایت گرامی این بحث دو مرحله خود در سپری کرده مرحله اول مرحله دوم و ایجاب میکنه که این دوام پیدا بکنه و این بسیار بسیار مهم است چون که ما جوانان و نوجوانان را که میبینیم اکثریت در مورد حوادث افغانستان یعنی حوادث 46 ساله یا 48 ساله خالی ذهن هستند و این خالی ذهن بودن بسیار ضررهای ایمانی و وجدانی بر هر یک ما متاسفانه این شده به خاطر از اینکه ما قاتل و مقتول را فرق کرده نمیتونیم ظالم مظلوم را فرق کرده نمیتونیم یک شخص وقتی که در رسانه میه یا یک قضیه را بیان میکنه قسمی وانمود میکنه که گروهی که مربوط است البته هیچ گناهی نکرده همه گروه ها یا دیگر گروه ها یا قتل ها یا جنایت ها را دیگر گروه ها کرده و دیگه خیلی هم نفاق ایجاد میشه و هم یک بی‌عدالتی صورت میگیره و هم حق و حقوق او شهدا و او مظلومایی که اونا زنده دفن شدن به شهادت رسیدن یا قتل شدن او بیان نمیشه. به او خاطر است خوب است که ما یک صفحه جدید را آغاز بکنیم به خاطر مصلحت گرایی انسان ورزی و به خاطر منافع مصالح مردم ما و قشر تحصیل یافته و نسل آینده. بنان در این راستا ما با ادامه صحبت های جناب علوی صاحب گوش میتیم اونا صحبت های خود میکنن. مهربانی جناب علوی صاحب از شما آغاز میکنیم که صحبتاتون تکمیل بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و فریختگانی که در بحث تشریف دارن. در هفته گذشته راجع به این بحث مفصل صحبت کردن عزیزان ولی نوبت گپ در من نرسید. من هم یک ایراد داشتم روی جلسه قبلی که دوستا گفتم روی محتوا نرفته، بحث محتوایی نکرده، بیشتر حاشیه پردازی شده و نظرات و تحلیل های شخصی خودشان را بیان فرمودن. من امروز یک مقدار امیر از نظر تاریخی و محتوایی میروم داخلی مشی مصالحه ملی ببینم که اصلا چی میخواست و چی کرد و تا کجا رسید. پیش از اون من دو تا نکته را باید یادآوری کنم در تکمیل فرمایش جناب لقمان صاحب. اولش که ما باید با تاریخ کشور خود واقعی و واقع بینانه برخورد کنیم، بدور از تعصب، بدور از هر نوع تعصب، چه تعصبات سمتی، قومی، محلی، زبانی باشد، چه تعصبات ایدئولوژیک باشد. اینو آفت است برای واقع بینی. وقتی که ما مصالحه ملی را مثلا مفسده ملی بگوییم، این اولا یک توهین به کشور ماست، توهین به تاریخ کشور ماست. ثانیاً معلومه که ما این مسئله را از دید ایدئولوژیک بررسیم. نه اینطور نیست. این بخش از تاریخ کشور ما بوده، ما باید واقع بینانه این رو بپذیریم و تحلیل کنیم. این یک مطلب دیگر این است که ما همیشه نیاز به مصالحه ملی داریم، خصوصا تا در افغانستان یک مصالحه ملی فراگیر به وجود نیاید ما به جایی نمیرسیم. اینمی تنش‌ها خواهد بود. این مسئله مصالحه ملی اونقدر اهمیت داره که حتی جمهوریت هم در اواخر جمهوریت هم همین عنوان مصالحه ملی رو دقیقاً به کار بردن و همین ارگان وجود داشت که به حساب دکتر عبدالله بود، بعد آقای خلیلی بود، قبل از اون مرحوم شهید ربانی بود، قبل از اونم آقای گیلانی بود. دوستان میدونن دیگه، من نمیخوام حاشیه پردازم. پس بنابراین این مصالحه ملی در زمان جمهوریت هم بود، هرچند که دقیقاً جمهوریت را از جهات زیادی ما میتونیم عیناً کپی دوره خلقی ها ببینیم. همونطوری که بابر کارمل سوار بر تانک‌های روسی وارد افغانستان شد، کرزی هم سوار بر هواپیمای B-52 وارد افغانستان شد. هیچ فرقی نمیکنه. او اشغال بود نه اشغال بود. پس بنابراین نمیشه که ما این را خوب ببینیم و بد. فقط فرقش در این بود که بابر کارمل و روسا که آمدن وارد افغانستان تقریبا علی ظاهر سابقه قانونی نداشت، ولی آمدن کرزی یک سابقه قانون مای به قول طلبگی ما یک قانون مای در سازمان ملل جور کردن که اونم واقعا ساختگی بود، بعد اجلاسی بود. اینو کلا ساختگی، ولی اشغال است. هر دوتا یک ماهیت داشت، فقط فرقش در این بود که اون با اجازه سازمان ملل آمده بود و ها هم ادعا داشتن که ما با دعوت دولت قانونی افغانستان وارد افغانستان شده ایم. اینم نظری مهمی است. روسا همیشه میگفتن که ما با دعوت دولت افغانستان که دولت مشروعی بود، دولت به رسمیت شناخته شده در سازمان ملل بود، ما به دعوت از او وارد افغانستان شده ایم. این دوتا میتونه وجه قانونی هم داشته باشه. اگر اون وجه قانونی داره اینم داره.
خب از این میگذاریم، میریم در مصالحه ملی که ما وقت تلف نشد تون ما عرایض خودم را تقدیم میکنم. دکتر نجیب الله در 11 جد 1365 رئیس جمهور شد. اول جنوری ایشان رئیس جمهور شد. در مصاحبه‌ای که باز در همون روز انجام داد در 11 جد همون سال، طی مصاحبه با خبرنگاران خارجی مسئله مصالحه ملی را اعلام کرد و آشکارا هم گفت که این مشی مصالحه ملی الهام یافته از اوضاع شوروی. اوضاع شوروی به هم ریخته شده بود، اقتصادش به هم ریخته بود. واقعا اگر دوستا در دوران جنگ، خصوصا در اواخر جنگ، از می کابل تا مزار سفر کرده باشند، دیدن که در دشتای رباطچیکل و دره‌های دو سوی سالنگ چقدر تانک شوروی در دره، چقدر ادوات از ماشین‌های سنگین اژدرتیره افسوتر گرفته تا تانک و تا همه ادوات نظامی و به قول معروف ترانسپورتی آتش گرفته بودن با راکت و سقوط کرده بودن در تای دره. یعنی دره پر از آهن پاره شده بود. ما خود امیر با چشم خود دیدیم. خب از این میگذاریم، همه اوضاع روی شوروی تاثیر گذاشته بود. اقتصاد شوروی هم تحت تاثیر امی جنگ افغانستان و دلایل دیگری هم شاید وجود داشته به جای رسیده بود که گورباچوف در خود شوروی اصلاحات سیاسی و آشکاراگویی اعلام کرد و در افغانستان هم دیگه خواست یک تغییراتی با وجود بیاید. تصمیم گرفت که مذاکرات ژنو را به نتیجه برسانه، از افغانستان خارج شود و برای خلق قدرت به وجود نیاید و جانشینان دولت افغانستان هم بتونه به کار خودش ادامه بده. همین مش مصالحه ملی را اعلام کرد. این اتفاقا خود نجیب در مصاحبه خودش تصریح کرده که این در پیوند با اصلاحات شورویه. خب قبل از اینم 9 ماه قبل از اعلام مشی مصالحه ملی، ببرک کارمل تزیس های 10 گانه خود را اعلام کرده بود که در اون تزیس های 10 گانه هم یک سری نرمش های در برابر مخالفین اظهار شده بود. تزیس های 10 گانه متنش موجود است، به صورت یک کتاب هم در آمده و در شبکه‌های اجتماعی دوستان میتونن پیدا کنن. خب بعد از اینکه مشی مصالحه ملی اعلام شد، دفتر سیاسی حزب و شورای انقلابی در این زمینه فیصله‌هایی را اعلام کردند، تصمیم گرفتن، گپ زدن، خیلی مشورت صحبت‌های زیادی شد. عمده فقراتی که در شورای انقلابی و در دفتر مرکزی حزب تصمیم گرفته شد این بود که اول بار برای که به حساب مشی مصالحه ملی به نتیجه برسه، یک کمیسیونی مستقل، البته در ظاهر مستقل بود ولی عضویتش اکثرا از اعضای حزب خلق و پرچم و جبهه پدروطن و شبکه‌های اجتماعی، سازمان‌های اجتماعی زیر نظر دولت بود، پیوند با دولت داشت، مثل جمعیت زنان. اینا یک کمیسیونی درست کردن که 295 نفر عضو داشت، کمیسیون مصالحه ملی، که قرار بود با اونان ریش سفید در بین مجاهدین و بین دولت میانجیگری کنه. دولت در اون زمان دو خط مخالف داشت، یکی مجاهدین پشاور بود، یکی چپ‌های داخلی خودی در داخل افغانستان مثل ساماس، همین شعله‌ای ها کلا 3 تا جریان شعله‌ای بزرگی او زمان جریان داشتن که اینا حتی جنگ مسلحانه میکردن. نظر دولت جلب اینا هم بود در کنار جلب مجاهدین ایران که اصلا به حساب نمی آمد، چون ایران و روسیه مسئله بین خودشون حل کرده بودن مسئله افغانستان. در جلسه گذشته هم دوستا یک اشاره کردن در این مورد. سفیر شوروی در همون اوایل اشغال افغانستان آمده بود، در قم با آقای خمینی ملاقات کرده بود و آقای خمینی را هشدار داده بود که اگر شما مجاهدین افغانی را مسلح کنین در افغانستان، یک شلیک علیه سرباز شوروی شود، ما صدام حسین مجهز میکنیم. و همین شد که ایرانی‌ها اتفاقا در افغانستان دست خود گرفتن و بیشتر جنگ‌های داخلی در بین شیعه ها در داخل هزارجاد روی داد. به طوری در بین هزارجاد جنگ‌های داخلی بین گروه‌های نصر و سپاه و شورا و حرکت و این اون روی داد. به قدر اینا مشغول جنگ خود بین خود بودن که وقتی شوروی خارج شد از افغانستان، اینا یک دانه اسیر شوروی در اختیار نداشتن. این واقعا جای شرمندگی برای ما شیعه ها هم هست. ما اصلا در جنگ علیه شوروی حضور نداشتیم جز امو حرکت اسلامی که کم و بیش جهاد کرد. ما وقتی که روسا از افغانستان رفتن همه گروه ها اسیر روسی داشتن، الا شیعه ها یک گربه روسی رو در اسارت خود نداشتن. خب از این میگذاریم. مصالحه ملی بیشتر توجهش به 2 گروه بود، یکی پشاور نشین ها، یکی سازمان های شعله‌ای مثل سازا، ساما، سفزا، همینا که در داخل کشور بودن و علیه دولت
هم جنگ میکردن هم موانع ایجاد میکردن. کار کمیسیون مصالحه ملی بود که بین اینا ریش سفیدی کنه، هم گروه های پشاور نشین را مثلا دعوت به مصالحه کنه، هم گروه های شعله‌ای داخل کشور را. مصالحه ملی چند فقره داشت که اینا شورای انقلابی، دفتر سیاسی حزب که میگفتن بویری سیاسی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق، چند فقره داشت. یکیش تشکیل کمیسیون مصالحه ملی بود که عرض کردم 295 نفر عضو. فقره دوم اعلام آتش بس یک جانبه به مدت 6 ماه و این آتش بس قابل تمدید هم باش. بعد از اعلام مصالحه ملی و به مدت 6 ماه آتش بس یک جانبه واقعا اعلام شد. دولت با مجاهدین گفت که شما می توانید منطقه خودتون را در کنترل خودتون داشته باشید، ما منطقه خودمان را در کنترل خودمان داشته باشیم. حتی مجاهدین گفت قماندانها مجاهدین میتونن داخل شهرها بیاین برای درمان، دیدن اقوام و وابستگانشان یا هر کاری دیگه داشته باشن، میتونن آزادانه به شهرها بیاین ولی مسلحانه نیاین. از همون محل خود تحت کنترل خود که خارج میشن تفنگ خود در همون آخرین نقطه کاغوشی که دارن همونجا بگذارن، وارد قلمرو دولت شد، اشکالی نداره. این هم میشد، اتفاقا شد. گفت آتش بس اگر مجاهدین قبول کردن آتش بس را، ما این آتش بس بار دیگر همینطوری 6 ماه با 6 ماه تمدید میکنیم. در خلال این آتش بس باید مذاکرات دو جانبه شکل بگیرد تا اینکه یک آتش بس سراسری همیشگی و بعد خلی صلاح عمومی و بعد انتخابات برویم. مثلا اینا کلا دورنمای مصالحه ملی بود. بعد این آتش بس که اعلام شد، 1 ماه بعد از اعلام مصالحه ملی مجاهدین در پاکستان بین خودشان نشستند و جلسه گرفتند که و مفصل در منابع آمده در برابر این اعلام مصالحه ملی موضع گرفتن و این رو کاملا رد کردن، چون اونها اون زمان غرق در دلار و توهمات، جهادگرایی و قدرت و همه چیز. واقعا دوران طلایی برای مجاهدین هم بود. پشاوری اون زمان یک عصر طلایی برای اینا. کلا مصالحه ملی رو رد کردن، ولی گروه های شعله‌ای مثل ساما و سفزا و سازا اینها مصالحه ملی رو پذیرفتند. در ادامه آمدن و دولت دکتر نجیب پیوستند که حتی دولت دکتر نجیب در قسمت نوایی طالقان و من تا جایی که یادم هست همین قسمت های تخار و فرهار امینا رو یک ولایت داد، چند تا ولسوالی داد، در قدرت اینا رو شریک کرد همین گروه های شعله‌ای را. در میانه ماه سنبله 1365 کنفرانس سراسری حزب دموکراتیک خلق به مدت 2 روز برگزار شد و خطوط اساسی مشی مسلحه ملی را تدوین و تصویب کرد. خب اون قبلا کمیسیون تشکیل داده بود و کلیاتش را حالا میره همه حزب وارد جزئیات. اینا از مصوبات حزب چند چیز بود در ماه سنبله 1365 حزب تشکیل جلسه داد و این مواد را که من عرض میکنم اینا رو تصویب کرد. 1. تشکیل احزاب سیاسی و تضمین آزادی‌های فردی. دولت گفت که احزاب سیاسی میتونه در کشور تشکیل شود و فعالیت سیاسی کنه، چون ما قدم برنامه نهایی این است که به سوی انتخابات آزاد برویم. تمدید آتش بس یک جانبه. دولت آتش بس یک جانبه اعلام کرده بود، با آتش بس خودم وفادار. جناب علوی صاحب گرامی، بسیار به جزئیات اگر برین در جزئیات خود 40 سال همه جریان داریم. همین چیزای عمومی را اگر لطف کنین که مثلا علتهای ناکامیش فقط گوشزد بکنیم کی ناکام کردی قضیه را و کی در عقب ناکامی قرار داشت. این جزئیات اگر بریم بازی ساعت‌ها را میگیره جناب، چون وقت برنامه ما قدر نیست. باشه من تون میروم جلو، بعد روی ناکامی هم میرسیم. مشارکت مخالفان تا سطح معاونت وزارت، یعنی امیر هم دولت قبول کرد که مخالفان اگر در مصالحه ملی بپیوندند تا سطح معاونت وزارت ما به اینا مقام میدیم. ایجاد ارگان‌های مشترک با مخالفین. اول بار در همین مرحله کلمه اپوزیسیون دکتر نجیب به کار بود که قبل از اون اونا را اشرار میگفتن. اتحاد نیروهای چپ حول محور حزب دموکراتیک خلق. این مصالحه ملی با موانع داخلی هم روبرو بود جناب لقمان صاحب. مشکلات بله موانع داخلی در درون حزب هم بود. بیرونیا که مجاهدین عرض کردم در پاکستان رد کردند، در ایران که اصلا اهمیت نداشت، یعنی گروه های هشتگانه که در ایران بود اینا اصلا نه در جهاد شرکت داشتن نه اونقدر موثر بودن، نه هم کسی اینا را به حساب می آورد. اگر قرار بود که با گروه های هشتگانه گپ بزنه با دولت ایران روسا گپ میزد، روابطشون هم خوب بود، مشکلی نبود. با شعله هم که در داخل کنار آمدن عرض کردم یکی چند تا ولایت ولسوالی رو با اونا دادن، راضیشون کردن. بعد تدوین قانون
قانون اساسی جدید زمینه سازی برای و برنامه‌ریزی برای تدبیر کنگره دوم حزب، بعد زمینه سازی برای انتخاب رئیس جمهور جدید، اینا کلا از مصوبات کمیته مرکزی حزب. خود جناب علی یوسف گرامی، یعنی مانع یا سبب ناکام اینمی مصالحه ملی مجاهدین شد و کسایی که در عقب مجاهدین قرار داشت و یک مشکلات داخلی امیت خلاصیش کنین، به خاطر اینکه در این شکل جزئیات خب همه ما میدونیم کمیته مصالحه ملی چی کرد یا شورای ها چی کرد. فکر میکنم که بازی وقتی ما رو بسیار ضایع میسازه. اگرچه موضوع مهم است، این حال شما در عمومیات بپردازین که چیزای ناگفته که ما چیزای ناگفته مهمترین مخالفی در داخل حزب همین کودتای شاهنواز تنی را دلیل عمده بر شقاق در درون حزب میدانند و میگوید که این کودتای شاهنواز تنی کلا یک اقدام علیه مصالحه ملی بوده است. جمع میکنم بعد اگر در صحبت‌های بعدیش جزئیات دیگه ما اینجا داریم. دکتر نجیب به مصالحه ملی به قدر وفادار بود که بعد از کودتای شاهنواز تنی خودش میگه، این در سخنرانی نجیب هست، 3 ماه وزارت دفاع را خالی نگه داشت، از احمد شاه مسعود دعوت کرد که تو بیا وزیر وزارت دفاع را، این راست دروغ هم نیست، نجیب خودش میگه، از احمد شاه مسعود دعوت کرد که تو بیا وزارت دفاع را بپذیر، دولت ائتلافی تشکیل میدیم. ما 3 ماه وزارت دفاع را برای او خالی نگه داشت، ولی احمد شاه مسعود نیامد، دعوت نجیب را به پاسخ گذاشت. من به باور است مصالحه ملی جلو میرفت، موفق میشد اگر اوضاع در شوروی تغییر نمیکرد. در شوروی اوضاع روز به روز بدتر شد تا زمانی که گورباچوف سر کار بود. بازم علیرغم اینکه قوای شوروی از افغانستان خارج شده بود، بازم کمک‌های نظامی و کمک‌های اقتصادی سوخت، همه چیز می آمد در داخل افغانستان. اما اوضاع از زمانی بدتر شد که گورباچوف هم رفت یلسین بدترین ضربه را به دکتر نجیب زد. از این به بعد بود که یلسین کلا علاقه خودش را به افغانستان به طور کلی قطع کرد. تمام کمک‌ها از جمله کمک‌های اقتصادی، نظامی، سوخت، هر چی که لازم بود اینا را به گورباچوف اینا را میفرستاد، ولی یلسین قطع کرد. یلسین یک جمله بسیار عجیبی داره، گفت همه خواهان جدایی از شوروی هستند. اگر اینطوری است پس روسیه خواهان جدایی از همه است. یک همچین تعبیری یلسین کرد. همه حرف باعث شد که کلا شوروی از هم بپاشه و یلسین هم به این فروپاشی شوروی رضایت داد. اصلا خود یلسین در اینجا کوتاه آمد. سوال در اینجاست که یلسین چی میخواست، کی بود؟ ما در بالای یلسین اصلا صحبت نکردیم. اون چی که باعث سقوط دکتر نجیب و باعث شکستی ماشی مصالحه ملی پیش میرفت، واقعا اگر 1-2-3 سال دیگر همون اوضاعی که در دوران گورباچوف بود ادامه میاد، مصالحه ملی با موفقیت زیاد، چون اوضاع در منطقه هم به نفع دکتر نجیب، مخصوصا در ایران به نفع دکتر نجیب پیش میرفت که مفصل از بحثش خیلی زیاد. اون چی که باعث شد که دکتر نجیب تمام منابعش قطع شود، تصمیم یلسین بود که به افغانستان پشت کرد، دکتر نجیب را تنها گذاشت و اینجا بود که در داخل هم اراده کسان زیاد، اینی که مثلا فرض کن دکتر عبدالرشید دوستم در شمال جدا شده، اینا کلا هواشناسی او زمان بود. اگر اوضاع در شوروی تغییر نمیکرد، اگر اوضاع این وضعیت داخلی بودن جمعه اسیگ و اختلافات دوستم با جمعه اسیگ، اینا چیزی نبود که باعث شکست اینا رو خیلی عامل مهم نیست. عامل مهم موضع‌گیری یلسین بود. عرضم فعلا تمام. اگر مطلب بود در اینجا، این باعث سقوط دکتر نجیب 2 کسه در پایان: 1 پشت کردن یلسین به دکتر نجیب و قطع تمام کمک‌های شوروی به افغانستان. 2 طرح بنانسوان. اینمی یک کلمه را که از دکتر نجیب با اعتراض گرفت که نجیب گفت من کنار میروم، همین کنار رفتن، یعنی که نجیب آمادگی برای کنار گیری دل همه را سست کرد و اینجا بود که همه حساب خودشان کردن، گفتن اگر نجیب کنار بره دولت میپاشه. در اون صورت در هر کس دیگه، هر کس مسائل قومی مطرح شد، مسائل گروهی و سمتی. این بحث مفصله، باز اگر دوستان خواستن در ادامه من عرض میکنم. فعلا عرض من تمام. ممنون جناب علی یوسف گرامی. مولوی صاحب 3 نکته بسیار مهم را بیان کردن. یکی که در عقب ناکامی مشی مصالحه ملی یلسین یعنی شوروی قرار داشت، قطع کمک ها و دسیسه بنوانسیوان، یعنی مجموعی که اینا در مخالفت قرار داشتن علی رأس بنوانسیوان، چون که مجاهدین در اون موقف نبودن که اونا مصالحه ملی را قبول میکردن یا نمیکردن، و چون که وابسته
با مو سمت بودن. ولی یک چیز را من بسیار به صراحت با احترامی که با جناب علوی صاحب دارم رد میکنم که قطعا اشغال ارتش شوروی و امریکا متفاوت است از بعد اخلاقی، قانونی، حقوقی، چرا که فقط به یک دلیلی را خلاصه میسازم. کودتای افتسار بر مبنای اشغال یا نیت سوی روسها قرار گرفت و در اوج ما قبل از او 50 سال یک کشور آرام داشتیم، قانون داشتیم، ظاهرخان بود، داود خان بود، هیچی نه. اما جمهوریت ما یک انسان کش، نسل کش داشتیم مثل طالب. اینال ما نباید به این اندازه ایرم نادیده بگیریم و طالب را تشکیلش از طریق شانواستنه و از طریق کمونیستا، از طریق آیسای دشمنی که با افغانستان داشت و شبکه‌های استخباراتی کشورهای غربی ایجاد شد. طالب آمد با اونو شک 5 سال حکومت کردن. اینالش چطور میشه که ما 5 سال حکومت طالب هم مقایسه میکنیم با داود خان و با ظاهر خان؟ قطعا این قضیه را من کلا رد میکنم و این قابل مقیاس یا قابل مقایسه نیست. به عرض معذرت و خیلی معذرت هم میخوایم از جناب لوی صاحب. حالا جناب محسنی صاحب نوبت شماست که شما صحبت بکنین، بعد از باز با جناب علوی صاحب میریم که اونم صحبت بکنن. بسیار خوب. ممکن بزرگوارای دیگه صحبتی داشته باشن، لازم نیست برای من نوبت بدین دکتر صاحب. خب کسی دست خود بالا نکرده دیگه، من از اون خاطر چی کردم. یکی که شما اول آمده بودین. بسیار تشکر صاحب. خب من واقعا خوشحال شدم از صحبت‌های علوی صاحب. بر مبنای تحقیق گپ میزنه، سند داره، مطالعه میکنه، زحمت میکشه. تلاش رادیو کتاب همیست که بحث رواج بده. اگر دقت کرده باشین در خیلی از پلتفرما مباحث به فحش و دشنام و ناسازگاری میکشه، ولی علوی صاحب خوب مستند گپ میزنه، از تزیس ها گپ میزنه، از مستندات گپ میزنه، واقع بینانه گپ میزنه و یکی چقدر وسایل روسا در افغانستان خراب شد از اینا میگه. تمامش واقعیت هست. علوی صاحب بزرگوار. یک نکته را من میخوایم مقدمتا عرض کنم، خارج از بحثی که من میخواستم خدمت شما تقدیم بکنم. فکر میکنم جبهه مستضعفین که پایگاهش در ششپول بود، اسیر خادست خو بسیار داشت. اکثر اسرای خادست جذب همون جبهه میشد به خاطر که تعلیمات میدادن. یک نفری تانکیست بود به نام اید محمد خان و او هنوز در مزار شریف کار میکنه، به این دلیل که روش جبهه مستضعفین قدشان خوب بود. خودم در جبهه نبودم، هوادار بودم. آنچه که من به یاد دارم گویا یک اسیر روس اولین بار جبهه مستضعفین تسلیم صلیب سرخ کرد و بعد از او بین مجاهدین رایج شد، به خاطر که حقایق ناگفته نموند. دفاعات شما از شخصیت دکتر نجیب الله شاید مقدار حق باشه، مقداری هم ناحق باشه. علوی صاحب، صحبت ما سر یک طرح است، طرح مشی مصالحه ملی که با عنوان دکتر نجیب مطرح شد. در 2 جلسه گذشته دوستا حلاجی کردن که طرح از کجا بود، دکتر صاحب نجیب الله بود یا نبود. من میگم این طرح وقتی آدم میفهمه که در بستر تاریخی افغانستان معاصر ما مصالحه ملی را مطرح بود. از نظر حقیر تاریخ معاصر افغانستان از دوران حبیب الله خان شروع میشه، از 1901 تا 1919، بعد میرسیم از 1919 تا 1909 تا 1929 دوران امان الله خان و بعد چند ماه حکومت امیر حبیب الله خان معروف به بچه سقه و بعد از او دوران حکومت نادرخان، ظاهرخان و داود خان. اینمی 50 سال آرامشی که در افغانستان بوده، حسنش نسبت به سایر دوره ها ای بوده علوی صاحب که در اینجا کلگی در وظایف خود می پرداخت. من باب مثال مشروطه خواها با منطق بسیار بالا از اخوان المسلمین بگیرین تا چپیا، امی حزب دموکراتیک خلق و شعله‌یا، اینا هر کدام با منطق خود راه مبارزه را پیش گرفته بودن. سال بسیار ساده میتونم مثلا در کابل او زمان، در کابل داود خان و ظاهر خان، چرسی امریکایی و انگلیسی احساس امنیت میکده با مولوی صاحب که در مسجد ملا امام بوده. خب وقتی که نیم در اینجا میرسیم، ناگهان یک حادثه رخ میده. اولا کودتای 26 سرطان توسط داود خان انجام میشه که حامیش
باز هم حزب دموکراتیک خلق بوده، افسرهای حزب دموکراتیک خلق، و بعد از او اینا خودشان میایه کودتا میکنه. یقینا دوستا اکثرا به یاد داره شو خواهیم لطیفه کبیر سراج و مهدی ظفر نطاق بود که به حکم داود خان امر اعدام 5 نفر از اعضای رهبری حزب دموکراتیک خلق صادر کرد و فیض الله امین دستگیر نشده بودی امر کودتا را. وقتی که امر کودتا را میته، کودتا میشه. در روز اول پیروزی کودتا یعنی 8 ثور حدود 3-4 هزار نفری در میدان پیش روی ارگ جمع شدن و جشن گرفتن. در او زمان حزب دموکراتیک خلق مدعی است که 16,000 نفر عضو داشتن. ما امورا معتبر میدانیم این عضو بودن. اینا از او کودتا استقبال کردن. مردم در یک مخمسه قرار گرفته. یک طرف تیغ ترکی صاحب بود. یقینا مصاحبه پیر صاحب شنیدن که وقتی یکی از نخست وزیرای دانشمند افغانستان نور احمد اعتمادی دستگیر میشه، اونا میای پیش پیر صاحب میگه که شما ترکی را، چون یک زمانی در گراج پیر صاحب ترکی اینا هم اتاق بوده، میایم میشینن و چون همسایه از اونا بوده، پیر صاحب میره پیش ترکی که امین نور احمد اعتمادی را خلاص کنه. ترکی میگه حتما خلاص میکنیم اگر تا حال نکشته باشه. بعد آقای گیلانی گفت که ما وقتی بر آمدم خبر شدم که یک نفر گفته بود برو اون نفر بکش، این نور احمد اعتمادی را. این قضیه رو چرا ما قصه میکنم؟ خب خون انسان بسیار معتبر است. این زمان خونریزی شروع میشه در افغانستان. دستگیری شروع میشه، نه اتوبوس امنیت داره، نه تاکسی امنیت داره، نه مکتب امنیت داره، نه خانه و نه مکتب و نه هیچ جا. ما شخصا خودم در تظاهرات مکاتب بودم، علوی صاحب دیدم که خلقیات چی رقم فایر میکرد و این تظاهرات مکاتب در دوران پرچمیا بود. در تظاهرات سوم هوت 1358 بودم، در دیدانا بودم، دیدم که غیر از که چه نفر کشته شد. ما یک روز در تجلیل شهدا اینجا در لندن گفتم 73 نفر. یک نفر از مجلس بالا شد گفت آقا صاحب آمار دقیق وجود نداره، ما 113 قبر کندیم. بعد از او که اینا را کشتن، چی رقم سر اجساد تانک و جیپ راندن. این را هم ما خودم شاهد بودیم. یکی از کاکاهایم در دشت برچی بود، گفتم کاکا چی نفر کشته شد؟ گفت حد زده میشه که 10,000 نفر کشته شد. بچه مامایم در کارت سخی بود، از اینا هم که پوسان کردیم. ولی ما تمامی همی آمارا را میگیریم که مبالغه آمیز بوده، در هیچ جای 10,000 نفر کشته نشده، ولی در مجموع کابل یقینا 10 تا 15,000 نفر کشته شده. وقتی که از مشی مصالحه ملی ما صحبت میکنیم، صحبت از این نیست که ما نجیب محکوم کنیم یا حزب دموکراتیک خلق محکوم بکنیم. صحبت از این است که این نظامی سیستم دروغ پردازی ما خلاص شده. این نظامی ارگانایز شدن یا نهادینه شدن فساد در افغانستان خلاص شویم. در ادامه اینمی حکومت ها که پای هم شکست میخوره و ترکی را بالش در دانش میمانه، بعد روسا میاد در افغانستان، کلگی از این کارا به این خاطر است که یک آشتی بین مردم ایجاد کنه. محمود قاریوف در مقدمه کتاب خود میگه که حزب دموکراتیک خلق مدعی است که مجاهدین ارتش افغانستان برباد داد، ولی من معتقد هستم که ارتش افغانستان در روز 7 ثور منحل شد، به دلیلی که اون زمان جنگ قد مردم خود آغاز کرد. هر کدامی اینمی مراحل تغییرات را که بعد از کودتا در حکومت کابل میآید، شما یک مرحله مصالحه ملی یا آشتی ملی بگیرین صاحب. البته جنرال قادر نظرش دیگر رقم است. جنرال قادر میگه اگر آشتی ملی ببرک کارمل میماند خوب بود، در افغانستان فساد نهادینه نمیشد، ولی نجیب به دستور کاجبی ایره مصالحه ملی ساخت. فکر میکنم اکثر ما و شما ریشه دهاتی داریم. در دهات افغانستان وقتی مصالحه میشه اونمو فیصله را مردم قبول میکنه، دیگه کسی محکوم نمیشه که کی ملامت است کی سلامت. این مصالحه یک نوع توطئه بود تا یکی کسایی که شکنجهگر بود، جلاد بود، در فرمایشات قبلی شما بود که کسی در دوران حکومت کارمل کشته نشد و خوشبختانه استاد فروتن بود که در زندان بوده. اونا مثال دادن که در هر هفته گفت یا هر ماه گفت که 400 نفر
از بلاک 2 میبردن در پلیگون اعدام میکردن. ما نام مصالحه ملی و مفسده ملی را ماندم. شما خدا خیر بده که اعتراض کردین، اعتراض منطقی کردین. از مخاطبا هم خیلی اعتراض میکرد که شما توهین به دکتر نجیب میکنین، اما شما خوب است که گفتین توهین به کل مردم افغانستان است. ما که ایره مفسده میگم صاحب، با طرح مصالحه ملی چند فساد در افغانستان ایجاد شد. اولین چیزی که مصالحه ملی را کاملا نشان میداد که مصالحه نیست، آمادگی جنگ است برای شکست مجاهدین، توزیع اسلحه زیر عنوان مصالحه ملی بود. این دیگه کسی انکار نمید. و دومین نکته ای که قابل عرض است علوی صاحب، این اسلحه را که میداد برای قماندانایی که خودتان هم اشاره کردین که تا دیروز اونا اشرار بود، برای از اونا بوجی پول میداد. به نظر من این چوب حراج زدن است به بیت المال افغانستان یا بودجه ملی افغانستان. سومین نکته ای که خیلی از دوستا 3-4 نفر در جلسات گذشته اشاره کردن، خود شخصیت دکتر نجیب مانع مصالحه ملی. مجاهدین خیلی هایشان شعارم میداد که پول و سلاح دولت آتش به جان ملت، که همون آتش هم شد. حالا ما نمیخواهیم با این گفتار شخصیت کسی را توهین کنیم یا یک جناحی مردم افغانستان، حزب دموکراتیک خلق افغانستان بخوایم در حقشان استخفاف روا بداریم، بلکه میخواهیم واقعیت‌های عینی رو بگوییم. و بعد از او ثمرات مصالحه ملی در تداوم تاریخ افغانستان میشه. دمی 20 سالی که افغانستان یک حکومت دموکراسی را آزمایش میکرد، یک نکته خیلی قابل توجه هست و قابل تذکر است علوی صاحبی است که قوای ناتو به حکم سازمان ملل در افغانستان رفت. قوای شوروی به درخواست 18 بار درخواست مکرر ترکی و امین که در او زمان نمو رقمی که شما اشاره کردین، حکومتی به رسمیت شناخته شده افغانستان بود ولی با مردم خود در جنگ بود. دکتر صاحب لقمان به خوبی اشاره کرد که در اون زمان رسانه ها نبود که برای مردم میگفت که چی میگذره در افغانستان، ولی ما داخل افغانستان بودیم. ما یک نمونه از خانواده خود ما میتونم. ما یک مهمانخانه داشتیم علوی صاحب، خیلی بزرگ نبود ولی چیز را که یاد مونده دورش انواری بود و اینمی کتاب پر بود. تمام اینمی کتابا را از ترس دفن کردیم در روی اولی. این تنها در خانه ما نبود، در صدها خانه فرهنگی گپ میشد. شنیدن BBC جرم بود، شنیدن رادیو ایران جرم بود، شنیدن هر رادیوی جرم بود الا رادیوی مسکو و رادیوی کابل که اونا هم وقتی میگفتن. ما یک نکته را میخوایم بگوییم که برای مخالفین نظر ما میگم هموطنای عزیز، ما از یک نظر قربانی یک توطئه خارجی شد، ولی بیاین جوان مردانه بررسی کنیم که چند درصد از این توطئه از ناآگاهی ما قوت میگیره و چند درصدش از خارج به ما دکته میشه. تا اینمی اعترافات ما نکنیم به صلح نمیرسیم. فرمایش شما علوی صاحب کاملا درسته. ما به مصالحه ملی عالم نیاز، و زمانم نیاز داشتیم، ولی به قول تولستوی است بخیل میگه که یکی از مظلوم ترین پدیده های تاریخی کلمات است که از اینا بسیار سوء استفاده میشه. واقعا اینمی سوء استفاده ها در افغانستان بسیار شده. ما عرایض ما همینجا قطع میکنم. سایر دوستا اگر فرمایش داشته. ممنون جناب مسئول صاحب گرامی. جناب احمدی صاحب مهربانی کنید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قرآن عظیمشان یک آیه بسیار با عظمت است. میگه الاخلا یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. در روز قیامت دوستان و یاران تمامش دشمن یکی دیگه هست به جز متقیان. یعنی ما شما که اکثر ما شما بالاتر از 50 سال داریم، شاید 5 سال بعد 10 سال بعد فوت شویم و روز قیامت ما و شما رفیق کار داریم. کدام رفیق بر ما خوب هست؟ یعنی میتونه که دکتر نجیب رفیق ما باشه در روز قیامت؟ اگر میتونه و او متقی هست که جناب آقای علوی یا هر کسی دیگه که میخواه او رو رفیق بگیره. اما کسی که به قول خانم برادرش مادرش که قرآن میخوان گفته میفهم، یعنی من نماینده کاگبی هستم، تو چطور در اینجا که روسا مرا میبینه قرآن میخوانی؟ قرآن شاول گرفت در داد، اما چیزایی که اضافی مانده بود
داشت قالدانی انداخت و ملت شریف افغانستان چقدر مسلمان های خوب در طول تاریخ داشتن. شما ابو علی سینای بلخی رو ببینید، شما مولانا جلال الدین رو ببینید، شما از برادران اهل تسنن ما از مذهب حنفی که از افغانستان هستن ببینین. اینا تمامش از اینمی افغانستان هست که من شخص خودم بسیار دوست دارم افغانستانه، ولی بسیار نفران میشرمه که بگوی که من از افغانستان است. یک پسر افغان سال 2015 آمد با پدر خود و بچه کاکای خود، در ظرف 3 سال یک ابیتور کرد. ابیتور یعنی صنف 13 که باز فاکولته میرین، که با درجه فوق اعلا که هست یک است در آلمان، با 0.8 او که کل معلم میگه دو آفرین دو آفرین دو آفرین، هیچ یک آلمانی نکرده بود. منظورم که افغانای ما قدر انسانهای شایسته و خوب داره که واقعا هم افغانستان تکان به سوی مثبت میده، هم جهانه. خود سید جمال الدین افغانی خودش یکی از بزرگترین شخصیت های بود که ایران هم مصر و امثال از این تکان داد. اینال ما این مقایسه کنیم با کمونیست ها. همین کمونیست های ما که نامش میر اکبر خیبر، نور محمد ترکی، امین و امثال حفیظ الله امین، پدرای از یا پدرکلانای از یا مسلمان بودن. اینا آمدن باور کنین که اموریشی کمونیستی را به شکل خوبشم که عدالت اجتماعی بوده باشه و یا نمیفهمیدن، آمدن که به اصطلاح نان و خانه و مسکن بده. حداقل به قول پیتر شلاتور 1.5 میلیون انسان به شهادت رساند. یعنی از کابل بهترین علمای اهل تشیع افغانستان، اهل تسنن افغانستان و غیره را، حتی استادای دانشگاهی که هندو و امثال ازی بود، اینا را کلشون نابود کرد. یعنی با اینا اگر شما هم پیاله شوین، هم جهت شوین، یعنی من میگم خدای نخواست خسر دنیا و الاخره میشین. از سبب خداوند شما را و ما را یک چانس داده تا قبل از اینکه به اصطلاح بمیریم باید جهت خدا تعیین کنیم. هر کس منافع خود میخواه و بهترین منافع است که انسان در قیامت جای خوب داشته باشه. خود دکتر نجیب که به مادر خود خیانت کنه، مادرش که مسلمان بود قرآن میخوان، اینا قرآنش میگیره پیش چشمش به اصطلاح داشت قلا مندازه و در میده و حیف است که ما در ممنون جناب احمدی صاحب گرامی، ممنون، بسیار زیاد تشکر از صحبت‌های بسیار مخلصانیتون. خب هدف جناب علوی صاحب برداشت خودشان نظر به مستنداتی که پیششون داشت بودن، لکن یک چیزی که خیلی زیاد مهم مطرح است، حادثه کودتای 7 ثور یک قضیه کاملا مستقل و از نظر تاریخی یک موضوع بی‌نظیر، به خصوص به خاطر تخریب بنیاد اساسی افغانستان و به خاطر قتل میلیون ها انسان و به خاطر از بین رفتن و زنده دفن کردن صدها هزار نخبه و الیت. یک چیزی است که تاریخ قطعا این را فراموش نمیکنه. این که اگر کامرا بوده یا نبوده یا کسی بیان میکنه یا نمیکنه، ولی در کتاب ها ثبت است. به مرور زمان باز هم مردم افغانستان یا مردم شجاع افغانستان کوشش کردند که همین چیزها را زیاد دامن نزنند، در حالی که ما شما میدونین کمونیست ها متاسفانه با شمول دکتر نجیب که رئیس خاد بوده، نظر به گزارشاتی که میرسه 60,000 شخص همی خودش قتل کرده، چون که رئیس خاد بوده مستقیم یا غیر مستقیم در این قتل دست داشته. مثلا من از غزنی هستم، از یک قریه کوچک هستم، 18 نفر معلم و صاحب منصب و دکتر از این قریه کوچک اینا بردن زنده دفن کردن. تا امروز یتیمایش یعنی وجود داره. بنان جنایاتی که شده او به نفع هیچ کسی نیست، به ضرر خود کمونیست‌ها هم بوده و بیخ ریشه کمونیست‌ها هم کشیده و این ریشه داره به مو قتل‌های استالین
که اونها در روسیه کارا را کردن، در کشورهای قفقاز کارا کردن، در آسیای میانه کارا کردن، در شرق اروپا کارا کردن. 60 میلیون انسان را که استالین و لنین اینا قتل کردن. این به ادامه از این قضیه بود، ولیکن خون پاک شهدای افغانستان و مجاهدین سبب شد که اینا به کلی ناکام شود. لکن این یک حقیقتی است که غربی ها کوشش کردند جهاد ما را سبوتاژ بسازند، جنگ‌های داخلی را دامن بزنند و یک سری از رهبرای جهادی را افکار متفاوت دادند، او را برتر و یکی دیگر کمتر، اونا را جنگ داخلی را انجام دادند. در پاکستان ترورهای بسیار بزرگی انجام صورت گرفت. از رأسش مثلا پدر امی حامد کرزی که ما شما بسیار بدش هم میگیم، پدرش کشته شد در افغانستان، در پاکستان به نام عبدالاحد خان کرزی، یا پروفسور لودین، یا پروفسور البته دیگر باودین مجروح. این کسایی است که دسیسه پاکسازی نخبگان و الیت‌های افغانستان یک قضیه کاملا جهانی داره. یک طرف بود روس‌ها و کشورهای عضو وارسا و از بعد از او همو مقدسات جهاد ما در قبضه کشورهای استعمارگر غربی به علارسش پاکستان قرار گرفت که جهاد ما را سبوتاژ کردن. اگر نه جهاد افغانستان مقدس ترین جهاد، پاک ترین جهاد بود، به خاطر امی خون امی شهدا بود که امروز آسیای میانه، قفقاز، کشورهای بالکان همه را ما آزاد ساختیم و این افتخار به خون اونمو شهدا برمیگرده. هیچ کسی از این انکار کرده نمیتونه و هیچ چیزی در اینجا مبالغه هم نیست و هیچ دروغ هم نیست و این صحبت ها هم بر ضد جناب علوی صاحب هم نیست. یک واقعیت است. گران دوستانو، مون بحث په دغه شکل سره ادامه لري او تاسو نه دا خواهش کیږي چې باید اشتراک وکړئ او عادلانه خپل نظریات، خپل معلومات په دې کې هم په کامنټس کې ولیکئ، هم شخصا راسي په دغه برنامه کې رادیو کتاب کې اشتراک وکړئ. دا د افغانستان حقیقتونه یا تاریخ حقیقتونه ده، دا د چا توهین، د چا تحقیر، د چا هغه معنا نه ورکوي. هر څوک خپل چې خپل سترګې لیدلې یا لمس کړی ده یا مشاهده کړی ده، هغه حق لري چې خپل حقایق دلته بیان کړي. نو مونږ دغه اوسنۍ برنامه ختم ته رسیږي، د دریم برنامه اوس خلاص و ان شاء الله په څلورم برنامه کې تاسو دعوت ورکوو چې تاسو اشتراک وکړئ. تاسو د هر یو نه مننه او خصوصا د درنو ملمنو نه ډیره مننه کوم. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.